پیغمبر ما و شما چی میگوید؟ ابدا بنفسک فتصدق علی. ای انسانی که تو امروز صاحب دولت شدی، کدام به همه شما مراجعت است از پیغمبر. وقتی پولدار شدی میگوید نفس خود تسیر کن، لباس بخر به بدنت، شکم تسیر کن، فان فضول شیء فلاهلک. وقتی که بدنت سیر شد، شکمت سیر شد، باز اگر پول در دستی تو که باقی ماند، زن و فرزند تسیر کن. پیغمبر خدا امر دارد. سیر کرد، لباس ها خریدم، شکم سیر کردم، شکمی زنم سیر شد، بدنش پوشیده شد، فرزندام تامین شد، باز اگر در پول در دست من که ماند، باز پیغمبر خدا چی میگوید؟ میگوید باز بعد این به خویش و تبارت یاردم کن. خویش و تبارم که تمام شد، این حالت و ها کذا گفتم پیغمبر، انا مرحمت بد خیر در بیرون کردن بگیر.